توهین شیعیان رافضی به الله متعال. در روز عاشورا، جریان عاشورا گذشت، حضرت شهید شدن، اهل بیتشون، برادرها، فرزندها، اصحاب شهید شدن. مقام ظهور بیشتر پیدا کرد. اگر نه از قبل از اینکه خدا کون را خلق کنه برای حضرت سید الشهدا، خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر فرموده برو روزه بخوان. خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده. خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده. اگر نه از قبل از اینکه خدا کون را خلق کنه برای حضرت سید الشهدا، خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر فرموده برو روزه بخوان. خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده. خود خدای تبارک و تعالی روزه خوانده. آیا الله جل جلاله برای حسین رضی الله تعالی عنه که یکی از بندگان اوست قبل از خلق نمودن جهان روزه خوانده است؟ آیا این سخنان کفرآمیز جسارت و توهین و بی‌ادبی با ذات اقدس الهی نیست؟ الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و کیست ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ می‌بندد؟ آنان به پروردگارشان عرضه خواهند شد. آنجاست که شاهدان میگویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید که لعنت و نفرین الله بر ستمکاران است. و نیز الله متعال در جای دیگر می‌فرماید: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. و روز قیامت کسانی را که بر الله دروغ بسته‌اند می‌بینی که چهره‌هایشان سیاه است. آیا در دوزخ جایگاهی برای متکبران نیست؟ عجیب این است که این شیفتگان شرک و خرافه نام این گونه سخنان بیهوده را اسلام ناب محمدی و مذهب اهل بیت گذاشته و خود را مستحق بهشت جاویدان می‌دانند و نخبگان امت اسلامی را کافر و منافق قلمداد کرده و آنها را دوزخی برمی‌شمرند.